ساعت 2:30 ظهر بخیر. فقط بیدار شدیم و من باید سر کار میرم. نرو مجبورم عزیزم. تازه از خواب بیدار شدیم. هنوز صبحونه من نخوردم. ولی خب بیا الان تو نمیخواستی، من گفتم بهت آره میدونم بخوریم من نمیخواستم با هم. صبح زیاد اشتباه صبح ظهرا اشتباه ندارم. این هفته ارمان کار میکنه از ساعت 3 تا ساعت 11. آره من نپرسیدم، من گفتم تایید کرد. دست منم که هنوز 2 ماه درد میکنه اصلا دیگه. حالا هفته دیگه میرم دکتر، ولی خب دکتر زیاد اینجا تو هلند کمک نمیکنه. فقط قرص میده، یه قرص میده میگه برو بخور. بعد فکر کنم فیزیوتراپی بخواد. فیزیوتراپی هم هر یک جلسه اینجا تقریبا 50 یوروه. حالا نمیدونم دیگه باید بریم ببینیم چی میشه. من عزیزم میرم دیگه کم کم برم آماده بشم. یولا برام بلغور پخته بود با ماهی، خیلی خوشمزه شده بود. آره من صبح خود نمیخورم. برای خودم بکشم که سر کار غذا داشته باشم. الان تو چی خوردی؟ هیچی؟ بکو استریک. فرسی اسم استریک چیه؟ استریک؟ دیوونه شده بگو. دیوونه شده. بگو چی گفتی؟ میگم اگه بلغور دوست دارین حتما امتحان کنین. شبیه برنج یک کم ولی خب خوشمزه است. حالا یا با مرغ که مثل ما با ماهی. نه ماهی. من گفتم که در اتاق کوچیک زندگی میکنیم و اینجا وقت نیست. خب همه چیز که این چی؟ جا نیست. ولی خب این چی؟ آشپزخونه. آره بذار ماهی نشون بدیم که این آشپزخونه و ما جا نداریم. همه چیز که میتونیم بذاریم اینجا. نمیدونم. خیلی خوشمزه بود. حتما دیدین مغازه امتحان کنی. خوشمزه. تو برای همه چیز تبریک میکنی یا چی؟ نه هیچ کسی به ما پول نداد برای این. بخور کافه. قهوه هم بخورم زود. همیشه همینجوریه، زود بیدار میشم و زودم برم به هیچی نمیرسم. خیلی داغه. من الان کار نمی کنم چون که من اینجا در هلند 2 سال در کارخونه کار کردم و کار خیلی بدی بود برای دختر. خیلی سخت، سنگین همه چیز بود و بعد از این کار پشت من خراب شد. من چند تا ماه 3 ماه فکر میکنم در تخت خواب بودم. زیاد نتونستم راه برم و دکتر زیاد اینجا کمک نکرد چون که فیزیوتراپی باید رفتم برای پشتم و آخر بار 50 یورو بود که خیلی گرون بوده. من نرفتم، فقط در تخت خواب بودم و وقتی که مریض شدم شرکت به من پول مریضی داد از اول، ولی بعد از آن گفت خب تو زیاد در خونه میشینی، ممکن تو میخوای برمیگردی. من گفتم نه، خب من پول دیگه نداد و من سر اون کار نرفتم. ولی باز خوب بود دیگه، تقریبا یه چندی ماه یولا خونه بود و بهش پول میدادم. آره ولی من نبودم خونه چون که خوشحال بودم، چون که نتونستم راه رفتم. نتونستی راه بری، کمرش درد گرفته بود، ولی خب حالا بهتر شده. آره الان کار پیدا کنم، ولی اینجا در هلند زبون هلند باید صحبت میکنیم. ما زبون هلند نمیدونیم. وقت انگلیسی من صحبت میکنم کمی بهتر از ارمان، ولی ارمان همچین یاد گرفت. نه کمی بهتر از آرمان، خیلی بهتر از آرمان، چون یولو انگلیسی ها توی مدرسه یاد گرفته. نه من موقعی که اومدم اینجا تو هلند تو اوکراین فقط روسی حرف میزدم و حالا بعدم یکم اوکراینی یاد گرفتم، ولی الان دیگه اینجا مجبور شدم که انگلیسی هم یاد بگیرم. برای همین قدیما سر کار اولی که میرفتیم این تیم لیدری حالا سرپرسته اومد یه چیزی میگفت میدادم به یولا میگفتم ببین چی میگه ترجمه کن، ولی الان دیگه خودم میرم تو سینه طرف میگم چی میگی. یکم بهتر شد. آره و الان باید چیزی پیدا کنم. آره من دانشگاه
تمام کردم یه چی میخوای بگی؟ نیم سال پیش نیم سال پیش من دانشگاه تمام کردم لایسنس گرفتم برای بازاریاب مارکتینگ. خب این کار من اینو خیلی دوست دارم، من میخوام با این کار میکنم، ولی اینجا در هلند همه چیز وکانسی اسم چی؟ اسم چی پس نمیدونه. چیزی که پیدا میکنم فقط زبون هلندی میخواد. موقعیت کار. ولی خب به خاطر اینکه شهر ما یکم کوچیکه، شهر خوبیه ولی خب نسبتا به آمستردام یا شهرهای بزرگ هلند یکم کوچیک‌تره و کاری که یورا داره به زبان انگلیسی میخواد بره، ما اصلا بیشتر برای همین میخوام بریم سمت آمستردام، چون اونجا چی میگن خیلی موقعیت کاری زیاده براش. اینجا یکم کمتره و یه سخت‌تره نیست، ولی شاید هم نیست. من دارم نمیدونم که دور نگاه بکنم یا اینجا نگاه دارم میکنم. حالا دیگه ببخشید اگه چشام این ور اونوره. نیست برای خودت نگاه کن. خب اینجا خیلی سخته برای ما، همیشه این سخته چون که همه چیز خوب میشه دیگه. آره ولی من الان 1 سال در خونه میشنم. فدای سرت. چی فدای سرت؟ مهم نیست نیواش. برای من خیلی مهمه. میدونم. خب چیکار کنم حالا فعلا اینجوریه. نه ولی من نه فقط در خونه میشنم یا غذا می‌پزم. اینترنتی هم کار میکنه زیاد. آره من کار میکنم. منظورش اینه که یولا دوست داره مثلا بره تو خیابون یا بره مثلا تو خونه نباشه، ولی کارش الان بیشتر آنلاینه، برای هم یکم خسته شد. آره من با یک دندون پزشک این آخرین کلینت، آخرین مشتری که من داشتم دندون پزشک بود. من برای آنها سوشال میدیا اسم چیه من یادم رفت. دنیای مجازی. نه من چیزی دیگه یاد گرفتم برای اینترنت. نه سوشال مدیا. تو نمیدونی فارسی. نه من دندون پزشک کار کردم، برای آنها اینستاگرام درست کردم و همه چیز خیلی خوب بود، ولی نتونست به من دیگه پول بده. گفت که من گرونم. آره ولی کار خوب دادم. خب این چرا گرونم؟ ولی سخته که در خونه میشنم. من برای اینستاگرام زیاد ویدیو بگیرم و چیزی خیلی کار دارم، ولی که در خونه میشنم هیچ جا نمیرم و همیشه حس دارم که در خونه میشینم، هیچ کسی نمیبینم، هیچ کسی نیست با کی میتونم صحبت میکنم، چون که من همیشه سر کار. من فکر میکنم که اگر من سر کار میرم خیلی بهتر بشه که برای من خودم روزی 8 ساعت میرم سر کار، روزی 8 ساعت هم میخوابم. آره تو با من فقط 1 ساعت روزی. تو میدونی که این درسته، فقط در سر کار و خوابه تمام. در تلفن میشینه، در گوشی میشینه، ریلز نگاه میکنه. ما اینجا میایم میپرسیم از کسی که ویدیو رو اگه میبینه شاید لطفا به ما پول بدین که من دیگه نرم سر کار باشم فقط پیش یورو. مرسی. هر ما خواستین بگید من شماره کارت میفرستم، هر کارتی هم بخواین. ما اینجوری نمیتونیم. اگر ما میشینیم خونه ما خیلی خرج کنیم. آره ما میخوایم سفر بریم یا چیزی خوشمزه بخوریم و خیلی خرج کنیم. ما الان بریم، من با کوکا بیرون برم بارمان سر کار میره. خب برمان میگیم سلام خدافظ. میگیم سلام. نه الان در خیابون. پس در خیابون. آره بریم. نرو میام زود. من رفتم از الان کوکو پارس بکنه. پاکا رفت. در واقع ما شروع کردیم بلاگ برای یوتیوب بگیریم چون که دیوانه شدیم. در اوکراین الان داستان خیلی بده. برق نیست. برق است فقط 3-4 ساعت در روز که خیلی کمه و
گرما در خونه نیست چون که بارگ نیست و الان منفی 20 درجه که خیلی سرده و هر بار وقتی که من به پدرم زنگ میزنم میخوام گریه کنم چون که نمیدونم چی باید کار کنیم با این هیچی نمیتونیم کار کنیم با این و الان این داستان در ایران شد که من اولین بار در زندگی من جنگ شد و من همه چیز که با این زندگی کردم و درد است و چیزی که خیلی سخته در زندگی و این دوم کشور که کنار من چون که من ایرانیه و این دوباره شد و الان ما چقدر دیوانه شدیم که نمیدونم ارمان سر کار میره که مردم میبینه میتونه صحبت میکنه یه چیزی کار داره ولی من زیاد کاری ندارم من در خونه و فقط یکی کار که من داشتم اینستاگرامم و الان داستان چقدر باده که نمیتونم هیچی در برای زندگی من پست کنم و در برای این داستان همچنین نمیتونم زیاد چیزی پست کنم چون که من نمیتونم جون من چطور درد میکنه که من نمیدونم چی باید بگم و این چقدر ما دیوانه شدیم من نمیدونم چی باید کار کنیم خب من تصمیم گرفتم یوتیوب بگیرم ویدیو برای یوتیوب که من کمی کار دارم یه چیزی ولی هر روز ما خیلی ناراحتیم و این هیچی اگر من بیشتر در اینستاگرام پست میکنه چون که این کشور او میدونه چی باید میگه در این داستان او میگه که هیچی لازم نیست در الان در زندگی این درسته این چیزی که من همچنین میتونه بگم ولی نمیدونم برای من فکر کنم که این دو بار بیشتر دایتی دارم چون که دو کشور برای من تمام نمیشه و خیلی ناراحتم برای این من کافه دوست دارم طعم کافه ولی من نمیتونم کافه بخورم چون که من گاستریت دارم مشکل با شکمم و اگر کافه بخورم شکمم چطور درد میکنه که میتونیم بیمارستان میریم ولی من طعم کافه خیلی دوست دارم من نمیدونم اسم چیه فارسی ولی در اوکراین این چیزی داریم اسم سکوری انگلیسی همچنین سکوری این طعم شبیه کافه ولی کافه نیست خب این بهترین حال اسم چی بود راه حل خوبه برای من یه چیزی بلندر دارم برای شیر که پین باشه و این چیزی در برای یوتیوب که من ناراحتم که میدونم که ویو نیست دید نیست هیچ کسی این ویدیو نمیبینه ولی من میتونم یه ویدیو بگیرم که اینجا دیوانه نمیشم که هیچی ندارم کار کنم که هر روز باید در برای پدرم فکر میکنم که در اوکراین است و در همه چیز که در دنیا است خب خیلی چیزی پین شد و من باید اضافه کنیم اینجا کمی است خوب شد مثل در رستوران من میخواستم این قهوه مثل قهوه با کلچه بخورم من میدونم که زیاد ایرانی کلچه به طعم گردو دوست دارند ولی من دوست نداشتم انتخاب کردم دوست نداشتم و موز همچنین خوبه ولی نزیاد ولی نرگیل بهترین از همه چیز خیلی دوست دارم نرگیل و من میخواستم بگم که در برای این داستان همه چیز که خیلی ناراحت الان همه من نمیتونم خبر نگاه میکنم همچنین وقتی که در اوکراین جنگ شد و این همه چیز من خبر ندیدم چون که وقتی که من خبر میبینم و ویدیو میبینم
که کسی بعد یه چیزی شد در این ویدیو یه چیزی، من چقدر دیوونه شدم، استرس زیاد دارم که مشکل به سلامتی من شروع میشه. من که نمیدونم، خیلی سنسیتیو، نمیدونم اسم فارسی، ولی من خیلی که خیز دارم برای همه چیز. و این چقدر بد بود وقتی که شروع شد جنگ. از اول خبر دیدم، من چقدر زیاد بیمارستان رفتم که خیلی سلامتی من بد بود. بعد از فهمیدم که بهتر که خبر نمیخونم. خب الان خیلی بهتر شد وقتی که خبر نمیخونم، ولی هنوز که وقتی که درباره چیزی که در دنیا است فکر میکنم میخوام گریه کنم. بالاخره ارمان اومد خونه. ساعت 12 حالا شب. ماما غذا بخوره. جاتون خالی یولا خانم، خیلی خوشمزه درست کردیم. مرسی. با مادرم بخم درست کردیم. مرسی برای مادرت هم. من فقط نمیفهمم ما 2 نفریم اینجا، چرا اینقدر قاشق اینجا هست؟ 1 2 3 4 5 برنج، مرغ، 2 تا سالاد، این اولین سرا و دوم سیب زمینی. و این اسم چیه؟ این ارمان فارسی نمیدونه. خب نگاه میکنیم سریال با غذا بخوریم. من الان آماده شدم بریم با مادرم باشگاه. و امروز من مغازه بودم، خریدم این گواشا اسمه، برای مساژ برای صورت. اینا. من یه چیزی دارم، اینو دارم، ولی استفاده نمیکنم، نمیدونم چرا. و من فکر میکنم که این را همچنین استفاده نمیکنم، ولی خریدم. تخفیف بود، کمتر از 1 یورو بود. و من خریدم چون که باید داشته باشم. ممکن یک روز میخوام استفاده میکنم و در واقع من میخوام استفاده میکنم، ولی که وقت نداشتم یه چیزی. خب اینو خیلی خوبه، من اینو خیلی دوست دارم. باید ویدیو نگاه میکنم چطور درست مساژ برای صورتم درست کنم، چون که این خیلی مهمه که درست این کار میکنم. و یه چیز دیگه امروز خریدم، اینا. ارمان این چیزی که زیاد دوست نداره، ولی من خیلی دوست دارم. این چقدر جالبه برای من. ارمان دوست داره در گوشی میشینه ریلز نگاه میکنه، یه چیزی در گوشی، ولی من خیلی دوست دارم کتاب میخونم، چیزی اینجوری انجام دادم. خب امروز فکر کنم که بشینم این کار میکنم. با مادرم میریم باشگاه، بریم با ماشین. اگر ماشین داشته نباشیم باشگاه نمیریم، چون که اینجا الان مثلا بارون، فردا بارون، دیروز بارون، هر وقت اینجا بارون. با وقتی که به دوچرخه میریم تو نمیخوای باشگاه میری، چون که دیگه نمیخوای. باشگاه تو، ورزش تو این دوچرخه بود. کسی دیگه مثل من باشگاه میره یا نه با این کپشن؟ ولی خیلی سرد در خیابون. آره ما میریم خونه. شروع کنیم با این پازل. اینجا چی هست؟ این چیزی از چوب است، چی نمیدونم. باکس برای ماشین و این برای الکتریک، برای برق. من اینو خریدم 2 یورو 70 سنت چیزی، خیلی ارزونه. و این چیزی که خیلی دوست دارم. و اینجا instruction فارسی نمیدونم، انگلیسی instruction خیلی هست. ای بگو شروع کنیم.
کنیم از چرخه. این یک چرخه آماده است. این ماشین آماده است و این چیزی که خیلی بغل در اینجا باز کنیم. من خستم ولی شروع کردم اینجا در باز کنه. اینجا همه چی است در ماشین. خیلی خوبه، خیلی دوست داشتم. حتی بارک اینجا است ولی من باتری ندارم، ولی اینجا است. میتونم استفاده میکنم. واو. و با این ماشین میگم خداحافظ، چون که باید بلاگ تمام کنم. وقت خوبی داشته باشید. خداحافظ.